روسیه به نظارت یا تعقیب مهاجران از طریق یک ضمیمه نوی موبیلی آمادگی میگیرد. کسانی که از دادن معلومات درباره مکان بودوباش خود سرکشی میکنند از این کشور رانده میشوند. قرار است این قانون که از سوی دومه دولتی تصویب شده است از 1 سپتامبر به کار درآید. آزمایش تمام خارجیان را فرا میگیرد که به ویزا یا روادید به مسکو می آیند، به استثنای نوبالغان، دیپلمات‌ها و عائله آنها و همچنین شهروندان بلاروس. نظارت در شکل آزمایشی در مسکو و منطقه های آن که شمار مهاجران آنجا خیلی زیاد است به راه مانده می شود. نظارت مهاجران در اصل به معنای تعقیب هر کسی دیگر است. این نظارت شخصان ناخوشایند است. آنها می توانند بر پایه شهروندی یا به دلیل‌های مذهبی یا برای اعتقاد سیاسی خود نامطلوب دانسته شوند. این نظارت سرتاسری است. باز تکرار میکنم این بسیار گران است، ولی در نسبت هر یک شخص در علاهیدگی می توان این کار را انجام داد. یعنی اگر شما را خواهند نظارت میکنند. در حال حاضر از مهاجران طلب می شود که پی انگشت سپارند، از معاینه طبی گذرند و سراغه اقامت خود را به مقامات پیشنهاد کنند. به اجرای این شرط ها به آنها اجازه کار و زندگی در روسیه دادن نمی شود. قانون نو استفاده ضمیمه موبیلی را حتمی می کند. آنهایی که نمی خواهند مکان بودوباششان تعقیب شود به روی خط شخصان زیر نظارت وارد گشته خارج کرده می شوند. من تصور کرده نمیتوانم که این قانون چگونه اجرا خواهد شد. به نظرم این قانون درست تهیه نشده، اجرای آن دشوار خواهد بود. و این ترتیب باید قسم زیادی مهاجران را یکباره بر روی خط شخصان نظارت شونده وارد کرده خارج کنند. منقدان میگویند این قانون یک راه نوی فشار به مهاجران خواهد شد و اجرایش هم سرخرج است. سیم کارت هایی که در مرکز مهاجران قریب مجبوری می دهند و میگویند اگر نگیرید به شما پیام درباره آماده بودن نتیجه های تشخیص طبی یا پتنت یا اجازت نامه کاری نمی آید، با ان همین سیم کارت ها می خواهند آنها را نظارت کنند. این نهایت گران است و من فکر نمی کنم که آنها توانند همه را نظارت کنند. آنها همیشه راه گرفتن رشوه را پیدا می کنند. انتظار می رود اجرای این برنامه تقریباً تا سپتامبر سال 2029 ادامه یابد.